بله بینندگان عزیز، امیدوارم که از آهنگی که پخش شد از آقای احمد آزاد خوشتون اومده باشه. من سوالم این بود که آقای آزاد یه ویدیو کلیپی با آقای عطا جدیداً داده بودید بیرون، چقدرم قشنگ بود. نام این ویدیو کلیپ چی بود؟ همین چیزی که داره اتفاق میفته. عجب حالی داریم امشب. بله عجب حالی داریم امشب. واقعا چه احوال خوشی داریم. دوستان بسیار زیادی آقای آزاد و آقای عطا زنگ زدن و درخواست کردن که براشون بخونید، بالاخره همچین فرصتی پیش نمیاد. آهنگ دورنگی رو زیاد دوستان خیلی تقاضا داشتن که این آهنگ آقای آزاد اگه میشه اینو براشون بخونید. بله چشم. بله دورنگی خوردی؟ تقاضا البته واقعا زیاد تقاضا ساقی بود، موشرابی بود، ساقی رای آورد این بود. بله همه رو میخوان دیگه. نه آخه این حالت کردی لوری داره، البته شاید به خاطر همینه، چون بیننده های ما بیشتر کرد هستن، شاید به خاطر اینه. به به چه ریتمی، به به. میخواد برقصه ها، میخواد برقصه ها، همین در جان برقصه، همین جان برقصه ها خوشحال همه شما که بلدید کلی هم برقصید. جانم پسندیده مای اوی روز اول تو را دیدم، روز اول تو را دیدم، همان لحظه جانم پسندیدم، همان لحظه جانم پسندیدم. نمیدونستم که میدونستم این دل با ما دورنگی، نمیدونستم که میدونستم این دل با ما دورنگی، نمیدونستم که میدونستم یه روز با دل میجنگی، یه روز با دل میجنگی، های چرا با ما بجنگی. دست آقای امید. مرسی مرسی آقای آزاد، همه برای حالا هوایی دادی امشب به برنامه ما آقای آزاد. دوستان هامبورگ یادتون نره، هامبورگ همین هفته. گفتی میشه من دلداره، دلم نردید جانم از گفتاره، دلم نردید جانم از گفتاره. آی گفتی گشتم به تو عاشق، همیشه میمونم در کناره، همیشه میمونم در کناره. نمیدونستم چه میدونستم اینقدر با من دورنگی، نمیدونستم چه میدونستم اینقدر با من دورنگی، نمیدونستم چه میدونستم یه روز با دل میجنگی، یه روز با دل میجنگی، ای چرا با من بجنگی. ماشاءالله دوستان پشت صحنه حسابی جمع کردم. اما اینجا من شروع ببین آشنا
دلم لرزید جانم از گفتاره های 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 گفتی گشتم به تو عاشق گفتی گشتم به تو عاشق همیشه میمونم در کناره همیشه میمونم در کناره نمیدونستم چه میدونستم این زده با ما دو رنگی نمیدونستم چه میدونستم این زده با ما دو رنگی نمیدونستم چه میدونستم یه روز ما دل میجنگی یه روز ما دل میجنگی کردستان. مرسی احمد جان، خیلی ممنون، خیلی تشکر از صدای بسیار قشنگتون. دوستان عزیز، بله دوستان عزیز، امیدوارم که بیننده برنامه ما باشید. ما از این به بعد برنامه فارسی رو میخوایم دوباره شروع کنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما به ما ایمیل بدید یا تماس بگیرید، فرقی نمیکنه. شما حتی با اون شماره تلفنایی که به حواریه زنگ میزنید همین شماره است و کاک بهروز جواب میده به شما. اگر دوست داشتید ما میتونیم بازم ادامه بدیم و از هنرمندان دیگه هم خواهش کنیم یا دعوت کنیم بیان به استودیو تا برنامه‌های جالبی داشته باشیم. آقای آزاد خیلی خیلی تشکر میکنم از شما، آقای عطا همینجور از شما، آقای دیوید همینطور از شما. واقعا امشب برنامه ما رو روشن کردید. خیلی متشکرم. ما هم بسیار بسیار از شما متشکر هستیم به خاطر اینکه این فرصت دادید که از این طریق با هموطنای عزیز و نازنین و کرد زبانهای نازنینمون صحبتی داشته باشیم، براشون بخونیم. امیدواریم هر جا که هستن و برنامه شما رو میبینن سلامت و شاد و تندرست باشن و ما هم این توفیق رو داشته باشیم که باز هم در خدمت. خواهشم. ولی ما این قول رو باید بدید که حتما در کردستان یه برنامه، یه کنسرت خیلی خیلی کوبنده داشته باشیم. آقای همونطور که میدونید الان داریم آهنگای کردی رو تمرین میکنیم که برای اون برنامه آماده باشیم. دوستان خیلی منتظر باشید که یک برنامه واقعا 20 در راه توی کردستان. خیلی ممنون. بله. دوستان هامبورگ یادتون نره در این هفته و شهر بعدی. آقای عطا والا هامبورگ که دوستان عزیز ما داریم میریم، تمام این گروه با ما هستن انشالله. از مدیریت و صاحب این تلویزیون گرفته تا سیمین خانوم و بهجت خانوم و خانوم فریبا و آقای امید و دیگه این گروه ما و 11 ما هامبورگیم، 12 کسل هستیم، 19 هلند هستیم و 20 در ناف لندن با آقای فروزان. انشالله که برنامه‌هاتون بله دوستان، بله ما هم بتونیم در جوارتون باشیم. بله دوستان عزیز، امیدوارم که تا این ساعت بهتون خوش گذشته باشه. حتما به فیسبوک ما سر بزنید، امید با شما، و در یوتیوب بازپخش برنامه‌های ما هست به نام امید مالمو. صفحه فیسبوک آقای احمد آزاد همین خیلی معمولی بنویسید احمد آزاد میاد، صفحه رسمی خودش هست و من فکر میکنم که اعلام برنامه‌هاشون. ببخشید آقای احمد آقا، من دارم از جانب شما صحبت میکنم، منو ببخشید. این شما خودتون صاحب اختیارید، 30 سال تلویزیون دارن، 30 سال خواننده‌ان، 30 سال گوینده‌ان. ما اومدیم اینجا، ایشون نشوندیم داریم صحبت میکنیم، ایشون بعد ما رو ببخشید در اصلا چون مهمان ما هستید و شما رو چشم ما جا دارید. من خودم ارادت خاصی خدمت شما و شما رو خیلی دوست دارم قلباً. صدای زیبای شما رو از اینکه فهمیدم در کم انقدر شما شناخت کافی و سواد کافی در موزیک هم دارید، بیشتر خوشحال شدم. همینطور شما آقای عطا، من برای شما آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که CD-های جدیدتون بیرون بیاد با صدای زیباتون و دیوید عزیز با برنامه ما رو امشب واقعا مزین کردید. نمایید. متشکرم ازت. باعث افتخار من است در خدمت شما بودم. واقعا من شنیده بودم که واقعا کردها خیلی خیلی مهمان نواز هستن، ولی بهمون ثابت شد. بهمون واقعا ثابت شد. حالا تازه اگر بریم کردستان ببین چه کار واسمون بکنن. کردا گفتن مرد و حرفش. ولی واقعا این آقای بهروزخان، امید جان، واقعا سنگ تموم گذاشته برای ما. Thank you very much.
اما بهروز ایشالله که به همت آقای بهروزخان ما قراره که بیایم کردستان و از طریق همین تلویزیون که میدونم بیننده زیاد داره، من قربون همتون برم با آقای احمد آزاد میایم اونجا تا صبح میخوایم بزنیم و بخونیم و برقصیم و شاد باشیم. خب من جا داره که اینجا چون وقت برنامه‌مون کمه شما رو به خدای بزرگ بسپارم و تا برنامه بعدی شما عزیزان به خدای بزرگ بسپارم. ما اینجا خداحافظی میکنیم ولی آقای بهروز بهروزخان باید تشریف بیارن و برنامه رو ببندن. آقا بهروز همینجوری تشریف بیارید، شما خودتون باز کردید برنامه خودتونم ببندیدش. بفرمایید. بفرمایید. آقای بهروز عزیز برنامه هرچی که ما گفتیم ترجمه کنید. برنامه هوارگه پما اوا چاوروان بون که برنامه هوارگه به زبان کردی به بلام احمد آزاد عطا دیوید سیمین خانم کاک امید هاتن براسی امشو برنامه کمانیان به شیوه زور جوان رازان دوا زور سپاس یارن که دستیان خوش بید بتایبت عطا زور خوش خوانید و هر وها کاک احمد آزاد کاک نتنیا گورانی وجا خلبانا پروفسور را دانشگاه درسات ام همو دانشا امشو لخدمتی ابوین دستی خوش بید و اروا دیوید عزیز دیوید خیلی ممنون یعنی اگر دیوید نوید سیمین تو همینطور است شما این که جناح ها رو گرفتید اما نه که جناح کن یا گرگه اگر یعنی سیمین و دیوید نوید برنامه کسی تامینو آقای عطای عزیز تاج سرمانه که احمد تاج سرمانه که دیوید و هر وقت سیمین خانم امید به شکل برنامه که زور سپاس یادکن برنامه کن ایمان رازان دوا اما برنامه که هوارگاه معنیش برنامه که زور یعنی تایبتینیا امتین و گورانی علین و گوی اگرین بلام ایشو به وجود که احمد و هر وقت که عطا برنامه که من زور خوشتر بود نظرم ایوا که دانشون لمالا چاوروان اما بون یا نون ولی که زور سپاسیانه کن هیوادارین شبه که زور خوشتر بود و دست خوشیه کن لعزیزان من زور سپاس دست خیلی تشکر خیلی ممنون دوستان ممنون که منو به خونه های خودتون راه دادید از من پیشواز کردید به من خوش آمد گفتید تو این برنامه خیلی ممنونم از تک تکتون واقعا خوشحالم کردید ببخشید که اگر کوتاهی بود در اجرای برنامه من اولین بار این برنامه رو دارم اجرا میکنم و امیدوارم که بازم در خدمتتون باشم ازانی چیا ام سیمین خانم کردی ازن ارایچه کردی قصانیه که نمیدونم چرا میادن ارایچه کردی قصانیه که هیوادارین ایما تو او عزیزانه که کردن بلام امکانی نبود کردی قصه کن وقت سیمین خانم وقت او بینرانه و تلفن کن با هوارگاه بتوانین او امکاناتیانه انشالله یاد میگیریم یعنی فیرون خلق ملایره الان کردی نزانم ولی کردی در آینده نزدیک من کردی صحبت میکنم بله در صورت خیلی متشکریم از اینکه بیننده برنامه ما هستید خیلی خوشحالیم آخرین نقطه گرگ ما تکاکم لکاک احمد جنابت خلق زابلی کردی و زابلی و بلوچ یک موقعیت وقت یکی از ایرانه اتوانی گورانیک